Assalomu alaykum tani zinde salomat و خانواده سربلند باشید. باز ما شما گیرم چی میگیرم اكو وای شد او دیدم خوش نگیرم بس شد الحمدلله گیرم بس شد از اشک ما خواهم گوش کنید ما وقتی که به ما معلممون پیام دادن که سفارش میدادن در همون دانشجوی سودان ما رفته سفارش‌های معلم رو اجرا میکردیم استادان رو استادان دانشگاه هم رو بس با من در همون کتابخانه کتاب‌های الهه گیر کشیده در اونجا میخوندم مطالعه میکردم برای چی برای اینکه با همراهی دانشجو دخترها میرفتم من سفارش‌های دانش استادانم رو اجرا کرده وقتم بود آنها تمام نکرده من اونها رو انتظار شده در وقت انتظاری من کتاب‌های دیگر رو گرفتم میخوندم تاریخی تاجیکستان در آنجا خوندم با تاریخ اسلام رو باز آسیمین چی ندارم چی میگم آماده نشد و یک روز در وایت شدم در هیجامه معلومات درباره هیجامه که نوشتم در کتاب دریافتم او هیجامه چی باشد این سال 1997 بود از سال 1997 تا سال 2007 من هیجامه رو جستجو میکردم هیجامه چیست هیجامه چی باشد این چگونه تبابت باشد این میگن که تبابت است این در هیجامه شفا است در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و که در هیجامه شفا است پس از 10 سال یک تا دانشجو دختر نه مهندس شوهرش آمدن و کتابی کلان این کتابی کلانی هفت رو هیجامه رو مهمایش آورده کدام کشوری عربستان تصدیق کرده بودن در یادم نیست نمیدونم بعد یک دانشجو از دانشگاه ملی تاجیکستان به نزد من میومد و درسهایش رو میکرد مکالمه میکرد میفهمون درس مفهمش رو از زبان انگلیسی بعد همون گفت که یک تا زن کتابی کلان هیجامه ورست میخواد که یک از اونها رو ترجمه کنه این من گفتم وای گفتم من رو با هم زن شناس کنم گفتم کتابش رو یک خود تو کتاب شروعیت که بیارتم در خانه وای داشتم کامپیوتر داشتم گفتم نبار میکنم کتاب رو ترجمه کرده با اون کس یک کتاب تحفه میکنم گفتم بپل گفتن که میلش صحبت میکنم اصلا میگم به شما کتابش رو یاد میارم پس چند روز گذشت کتاب رو گرفته اول من کتاب رو در حال چیزهای لازمیش رو همون رسم های درباره هیجامه رو گرفته در کامپیوترم نبار کردم کتاب کردم ترجمه کردم از زبان عربی به تاجیکی در حال گفتی وای ارس میگه شد 20 پسال دست که گرفتم ترجمه کردم نبار کردم کتاب رو تیار کردم پیشنهاد کردیم با چی میگن مفتیات تاجیکستان پس از میدونید 2007 کتاب تیار شد 2008 پیشنهاد کردم یک سال پس من خطاگی و چی میگن چیزهای وایش رو گراماتیکیش رو اصلاح کرده یک سال پس 2007 کتاب ترجمه شد کتاب 2008 پیشنهاد کردیم 9 10 11 12 13 14 6 سال پس کتابی من وایش اجازه داده شد از 2014 کتابی مؤلفش من ترجمه کردم فیروزه زاکری کتابی هجومه از سال 2014 تا 2026 12 سال شد کتابی من در فروش است در تاجیکستان برادر خوردی هم گفت به تو سومی حق ترجمه کنم میتونم من حق کتابم گفتم صدقه جاریه در قیامت خواهم گرفت چرا گفت کتابی تو ترجمه کردی کاری تو خدمت تو رو مثلا که قدردانی نمیکنم برادرم چقدر بیزار گفتن قدردانی نمیکنم گفتم که خیر قیامت ده میگیرم صدقه جاریه لیکن شما التماس قدردانی کنید من ویدیو ثبت کرده میگذارم نکنید پس نگویید که چرا من ویدیو به زبان تاجیکی نمیکنم بس فقط طبیعت رو اینا با گلهای خوش رو دیدم من کجا برم گل خوش رو ببینم در حال ویدیو میکنم طبیعت رو ثبت میکنم و در سایت میمونم از طبیعت ثبت کردن من تماشابین من زیاد است تماشابین من اکثریتش از همین چی است طبیعت بله تماشابین من 90% از همین چی است طبیعت 10% از ویدیوهایی که من میکنم با زبان روسی تاجیکی از قرآن از حدیث و از چی 10% از این است خرد نکند اگر که آنچه که با کجا ببرید است شما را اگر دستگیر کنید قدردانی کنید سایت من در آدیتوری من کلان شود و در آینده من ویدیوهای خوب به شما کرده میمونم قصه های تلخم رو به شما اینا کردم قصه های از اویلم رو کردم پدر مادری من اویله من در همون محله که ما بودیم اویله با آبرو بودیم از کدام جهت با آبرو بودیم برای که با تربیه بودم فرزندان پدر مادری من در خدمتی همه همسایه های اطرافیانمون بودن برادران من با همه همسایانشون دوست بودن ما هم دوستیم لیکن متاسفانه من دوگانه نداشتم دوگانه من مادرم بود و جوره من پدرم بود من راز دیدم رو با مادر پدرم میکردم
من سری و اسراری داشتم که با پدرم میگفتم، با مادرم نمیگفتم. سری و اسراری داشتم که با مادرم میگفتم، با پدرم نمیگفتم. بین هر دوشون من سیر میگفتم. سیر اسراری من ببین درباره تجاوز من مادرم نمیدونستم، پدرم نمیدونستم. درباره که پسرها داره با من گپ میپرسن، با پدرم میگفتم، با مادرم نمیگفتم، برای که مادرم مرا جنگ میکردن، پدرم مرا دلتی میکردن که دختری من زور، دختری من خشوری پسرها گپ میپرسن، با پدرم میگفتن که تو زور که با پسرها گپ نمیزنی. مرا دلتی میکنن که تو خشوری هستی، با تو گپ میپرسن، میگفتن که هوشیار شو که پسرها سر از تو تاب نتیان. پدرم مرا دلتی میکنن. با مادرم نمیگفتم درباره پسرها داره با من گپ میپرسن، با پدرم سیزی میکردن. درباره این تجاوز با مادرم گفتم، پدرم گفتم. من خسیرهای بود که مادرم میدونستم، پدرم نمیدونستم. اسیرهای بودن که پدرم میدونستم، مادرم نمیدونستم. کسایی بودن که مادرم میدونستم، پدرم نمیدونستم. برای همین با سیرهایی بود که در برادری که شهید شدن اون کس میدونستم. یگان افراد عائله پدر و مادر نمیدونستم. با مانند چی؟ با مانند که هر دوی ما نقشه داشتیم که به دانشگاه طبی رفته داخل شده دکتری حاذق میشویم. من دکتری حاذق شدم که برادرم جوانمرگ شدن. برادرم 25 ساله بودن. برادر 25 سالم رو از دست دادم و در 20 سالگی من ناموسم رو از دست دادم. اما آبرویم هست، آبرویم رو از دست ندادم. آبرو در دست هر یک انسان خودش است. مادر من با ما چنین فرمودند که آب در زمین ریزد برداشته می شود؟ نه، انما آبرو که ریخت برداشته نمی شود. الحمدلله که آبرویم رو در کجایی که بودم حفظ کردم، چی در تاجیکستان، چی در روسیه، چی در کشوری خارج. اما برادرم رو در 25 سالگیش رو از دست دادم و ناموسم رو در 20 سالگیم از دست دادم. ناموسی دختریم رو برای شما قصه کردم در ویدیویم رو شما دیدید و بدانید. من رو باز میگم قدردانی کنید، بی‌قدری نکنید.